ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به همراه رمضان قدیروف حاکم چچن صلاح الدین مژیف مفتی این منطقه و رئیس اداره امور دینی مسلمانان چچن از مسجد جدید حضرت عیسی بازدید کرد. این مسجد به تازگی در جمهوری چچن روسیه احداث شده و نام حضرت عیسی بر روی آن گذاشته شده است. مفتی چچن در هنگام حضور پوتین در مسجد مذکور آیه 17 سوره انفال را خواند و آن را به زبان روسی برای ولادیمیر پوتین ترجمه کرد. Это все, вот это мечети, вот это. Красиво. Да, вот это не было бы. Это все в узбекском стиле, да? Да, Узбекистан, да. Это Самарканд и Бухара. Да, да, напоминает. Где учился Ахмад Хаджитов? Да. با این حال ولادیمیر پوتین یک جلد قرآن اطلاع کوب شده را به مسجد حضرت عیسی پیامبر اهدا کرد. پوتین همچنان قرآن کریم را بوسید و در آغوش گرفت و با قدیروف و مفتی چچن عکس یادگاری گرفت. رئیس جمهور روسیه در جریان نخستین سفرش به منطقه چچن پس از 13 سال به همراه رمضان قدیروف از نیروهای چچنی و داوطلبان آماده برای جنگ با اوکراین بازدید کرد. این نیروها به ویژه در عملیات پاکسازی کورسک نقش دارند. این سفر از پیش اعلام نشده از سوی ولادیمیر پوتین به منطقه اکثرا مسلمان نشین چچن در قفقاز شمالی در حال انجام می شود که مسکو با نفوذ نیروهای اوکراینی به منطقه کورسک روسیه مقابله می کند و ضربات تازه را به آنها وارد کرده و در این میان نیروهای چچنی نقش آفرینی کردند. بر اساس متنی که در وبسایت کرملین منتشر شده، پوتین به سربازان دانشگاه نیروهای ویژه روسیه یک مدرسه آموزشی در چچن گفت تا زمانی که مردان مانند شما داریم کاملا شکست ناپذیر هستیم. رمضان قدیروف رهبر چچن به عنوان حامی سرسخت پوتین در نبرد با اوکراین در سال 2020 و 2022 توسط امریکا تحریم شده است. قدیروف پیشتر خود را پیاده نظام پوتین نامیده بود. پوتین در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاری که پرسید آیا قدیروف اعتماد او را جلب می‌کند گفت اگر تعداد بیشتر از این سربازان پیاده نظام را داشتم بسیار خوشحال می‌شدم. اما حتی یک مورد از این پیاده نظام ها هم ارزش زیاد دارد.